من راستی بار از یک جوابی برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جوابی داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما با حکومتدارا و با مکتبها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارند، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، ایرا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما هم قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری بسد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دلی مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگد اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نی، به دست مونم نی، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چندی تلخ است، گفتم پیغمبر. و چی برکاتی در اون خانه پیدا شده بود، یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد و یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجی که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق و فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق و فساد شود، در خانه حاجی فسق و فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ماند؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گناه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند. مردم از اینها باید عبرت گیرد.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. برای مردانی که لباسهای تنگ می پوشند همه سخن می گفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنه که دخترهای شما لباسهای تنگ می پوشند. لباسهای تنگی که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونه که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ می پوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندند. لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس می پوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا می شود. از این خاطر باید لباس های خوب پوشیم. در لباس ها من هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونا لباس های شما نیستند. اونا حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل و نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد چی از بالا باشد هیچگاه همین لباس های صورتدار را در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیاده داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم با پیش یک جوانی با پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتند با لباس سفید گفتن حیات اختانه گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
آمین یا رب العالمین.